آقای دکتر سلام. سلام، درود بسیار بر شما. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. لطفا فرمایید یه معرفی خدمت برای بیننده ها. زنده باشین. من دکتر آرمان خلیلی هستم، داروساز، مؤسس و مسئول فنی داروخونه و مسئول فنی شرکت. در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر بریم سراغ سوالات. آقای دکتر معیارهای زیبایی از نظر شما چی هستند؟ ببین چندین عامل توی زیبایی مهمه. به طور کلی بخوام بهت بگم تو بحث اول تناسب و هارمونی خیلی مهمه. مثلا به نوعی فاصله چشم ها و تناسب به نوعی بینی، به نوعی لب ها و مثلا چانه و تناسب اندام های بدن، اینا خیلی مهمن توی به نوعی بحث زیبایی. از دیدگاه دیگه بخوایم نگاه کنیم تو بحث تناسب اندام هستش که مثلا به نوعی در آقایون مثلا میشه گفتش عریض بودن شانه ها نسبت به کمر، تو خانم ها مثلا به نوعی باریک بودن کمر نسبت به مثلا لگن و باسن خیلی تاثیر داره. سلامت پوست خیلی به نظر من یکی از اصول زیبایی هستش. عرضم به خدمتتون که میشه به کاریزما بودن و به نوعی اون شخصیت شخص به نظر من یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های زیبایی یه دونه فرد هستش که به نوعی میشه بهش اشاره کرد. و بحث تقارن توی بدن، توی صورت باشه، توی بدن باشه، اینا به نظر من خیلی تأثیر داره. آقای دکتر عادت‌های اشتباهی که موجب پیری زودرس پوست میشن رو بی زحمت به ما میگید؟ به طور کلی چندین عامل باعث پیری زودرس میشه. مثل اصلی ترینشون به نظر من نور آفتاب هستش که خب استفاده روتین ضد آفتابا بسیار پیشنهاد میشه. بعد عرضم به خدمتتون مصرف سیگار، قلیون، قندی که از عواملی که واقعا باعث از بین رفتن سلامت پوست میشه. بعد بیخوابی خیلی تاثیر داره که از عواملی که باعث دفع سموم بدن میشه به نوعی توی خواب هستش که خب بیخوابی خیلی تاثیر میذاره. استرس خیلی تاثیر میذاره. آلودگی های هوا، بعد کاهش وزن‌های شدید، اینا باعث از بین رفتن سلامت پوست میشن. آقای دکتر چطور متوجه بشیم یه ضد آفتابی خوبه؟ ببین این سوالش یه ذره سوال درستی نیستش، ولی به طور کلی بخوایم توضیح بدیم ضد آفتاب اینو در نظر داشته باشین که یکی از واجب ترین به نوعی مواد پوستی هستش که باید شخص استفاده کنه برای سلامت پوستش. حالا ما انواع اقسام ضد آفتابا رو داریم که باید متناسب با شرایط اون شخص به نوعی ضد آفتابش انتخاب بشه. مثلا پوستش چرب، خشک، مختلط، حساسه و با توجه به این باید اول بر اساس نوع پوستش ضد آفتابش انتخاب بشه. رو همین حساب این تشخیصش با خود شخص نیست؟ به نوعی بهتره که حالا با پزشک متخصصشون به نوعی معاینه بشن و پزشکشون براشون انتخاب کنه که چه ضد آفتابی براشون مناسب هست. بعدش که حالا دیگه میتونن از داروخانه ها تهیه کنن، حتی میتونن با مشاوره توی داروخانه ها هم تهیه کنن. چندین فاکتور مختلف توی ضد آفتاب ها هستش. مواد سازندشون، SPFی که داره، حالا درصد محافظتشون در مقابل UVA، UVB، اینا همگی تأثیر دارن. حالا دسته‌بندی مختلفی دارن ضد آفتاب و ممکنه خاصیت های ضد پیری داشته باشن، آنتی ایجینگ باشن و همچنین بعضیا ممکنه به نوعی باعث درمان به نوعی لک و عواملی مثلا حالا پوست های آکنه دار هم توی درمانشون استفاده بشه. انواع فیلر و نواحی تزریق رو به ما میگید لطفاً؟ ببین ما انواع اقسام فیلرها رو داریم که بر حسب حالا ماهیتی که مواد سازندشون داره تقسیم بندی میشه. اصلی ترین و شایع ترین و روتین تریناشون فرم های هیالورونیک اسید هستش که به نوعی برای بسیاری از نواحی صورت و بدن استفاده میشه. یه سری فیلرهای با ترکیبات دیگه هم داریم مثل کلسیم هیدروکسی آپاتایت، PLLA و PMMA هستن که بیشتر پرمصرف ترینشون بر پایه HA هیالورونیک اسید هستش.
دکتر جان لطفاً نواحی تزریق فیلر و سن شروع تزریق رو به ما میگید. ببینید نواحی مختلف برای تزریق فیلر استفاده میشه، مخصوصا برای قسمت صورت که ما توی صورت نواحی مختلف داریم، مثل زیر چشم، شقیقه، کانتور صورت، برای چانه، برای گونه ها، بعد برای لب و عرضم به خدمتون برای دست، همچنین برای گردن و حتی برای نواحی مثل باسن استفاده میشه. به طور کلی کارهای زیبایی برای سن زیر 18 سال پیشنهاد نمیشه، ولی بخوایم یه دسته‌بندی برای سن مختلف داشته باشیم، بین 18 تا 25 سال برای اصلاح عدم قرینگی صورت و به نوعی یه سری فرمدهی خیلی ملایم میشه پیشنهاد کرد. برای سنین 25 تا 35 سال برای فرآیندهای کانتورینگ و به نوعی جوانسازی میشه پیشنهاد کرد و برای سن بالای 35 سال برای کمبود حجم هایی که صورت مواجه میشن میشه استفاده کرد جوانسازها و عرضم به خدمتتون که برای اصلاح خطوط عمیق پوست پیشنهاد میشه کارهای زیبایی انجام بشه. آقای دکتر خطرهای فیلر و بوتاکس و جوانساز و حالا راه حل های اینکه این خطرها کمتر بشن رو برای ما توضیح میدید؟ ببینید به طور کلی خطراتی که مرتبط با تزریق محصولات زیبایی هستش از قبیل فیلرها، بوتاکس ها و جوانساز ها که ممکنه باهاشون مواجه بشیم. تو دسته فیلرها ممکنه مثلا در هنگام تزریق علائمی مثل تورم، قرمزی، التهاب، گلوله شدن باهاشون مواجه بشیم و حتی عفونت های باکتریایی که به نوعی تو رده های متوسط ممکنه با این خطرات مواجه باشن، ولی در واکنش های شدید ممکنه واکنش های آلرژیک، واکنش های حساسیت قوی بین این شخص باشون مواجه بشه. و در تزریق بوتاکس ها مثل عوارضی از قبیل افتادگی پلک، بعد ضعف عضلانی، بعد عدم قرینگی مواجه بشیم. و در راسته جوانساز ها واکنش های التهابی و تورمی که ممکنه باهاشون مواجه بشه و همچنین واکنش های آلرژیک یکی از به نوعی مواردی هستش که ممکنه شخص باهاشون مواجه بشه، از که میشه به نوعی برای پیشگیری از این عوامل به این موارد اشاره کنیم که مثلا به نوعی استفاده از مواد اولیه استاندارد که ترجیحاً اگه CE و FDA اروپا داشته باشن قابل اطمینان هستش، لیبل های وزارت بهداشت داشته باشن و محصولات با کیفیت باشن و به نوعی پزشکی هم که کار تزریق انجام میده تسلط خوبی روی عضلات صورت داشته باشه، مخصوصا تو تزریق بوتاکس و تکنیک های درست تزریق و به نوعی آگاه باشن و رعایت اصول بهداشتی هنگام تزریق. بسیاری از این خطرات رو میشه پیشگیری کردش. دکتر تأثیر ژنتیک توی زیبایی چقدره؟ ببین ژنتیک خب تأثیر خیلی زیادی داره، مثلا از فرم استخوانی که شخص برای فیسش هستش تا به نوعی نوع پوستش، رنگ پوستش، حالت چشاش و رنگ چشاشون، اینا تاثیر میذارن بر به نوعی اون زیبایی شخص که در افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. آقای دکتر کدوم کار زیباییه که خودتون به هیچ عنوان حاضر به انجامش نیستید؟ من کارهای تهاجمی رو اصلا استقبال نمی‌کنم، کارهایی که بر پایه به نوعی جراحی باشه. نظر خودم بیشتر حالا بوتاکس، فیلر و استفاده های روتین روزانه مخصوصا ضد آفتاب، مرطوب کننده ها، دور چشم ها واقعا به نوعی یکی از فیوریت های من هستش. محصولی که خودتون همیشه همراهتون هست؟ ببین من ضد آفتاب که واقعا یکی از اصلی ترین ها هستش که حداقل باید موقعی که آدم بیرون میاد شروع کنه به استفاده و هر 5-6 ساعت تمدیدش کنه، یکی از اصلی ترین ها هستش.
مرطوب کنندم به نوعی روتین استفاده میکنم. آیا دکتر روتین پوستی چه مواردی رو باید به صورت استاندارد داشته باشه؟ ارکان اصلیش چیه؟ ببینید اون چیزی که هستش باید به نوعی محصولی که استفاده میکنیم محصول با کیفیتی باشه و باعث آسیب پوستیمون نشه، یعنی به نوعی اول اینکه مناسب با پوست ما باشه و بعدش هم اینه که واقعا محصولی باشه که کیفیت مناسبی داشته باشه. ربطی هم به قیمتش نداره، مهم کیفیت اون محصوله که به نوعی شخص استفاده کنه. چه مواردی رو مثلا باید حتما جزوش باشه؟ مثلا ضد آفتاب و ببین ضد آفتاب که اصلی ترین هستش، بعد مرطوب کننده ها هستش، حالا مناسب پوستای چرب و خشک، بعد شوینده های صورت مناسب پوست، بعد پاک کننده های آرایش، پاک کننده های پوست، آرایش که به نوعی روتین این آلودگی ها رو از پوست دور کنن که اون به نوعی اون سلامت پوست حفظ بشه. دکتر الان هزینه یک روتین پوستی ایدئال به چه صورته؟ ببینید با توجه به اینکه خب حالا امروز بگیم یا الان بگیم یا الان، خب ولی خب به طور کلی بخوایم بگیم با توجه به که الان ما در بهمن 1404 هستیم، یه روتین پوستی که به نوعی یه شوینده مناسب باشه، یه ضد آفتاب باشه، یه مرطوب کننده باشه، تقریبا از حدود مثلا 1 میلیون هستش تا نزدیک، حالا دیگه یه چیز نرم بگیم، نزدیک 10 میلیون یه روتین خوب میتونیم به نوعی تهیه کنیم. به صورت ماهانه؟ به صورت تقریبا ماهانه. بله. دکتر ساده ترین کار برای داشتن یه پوست سالم و زیبا چیه؟ ببین ساده ترین و به نوعی کم هزینه ترینشون یکی این که واقعا خواب با کیفیت باشه، مصرف قند به شدت پایین باشه، مصرف مایعات خوب باشه. بعد عرضم به خدمتتون که در استفاده از ضد آفتاب چه حالا داخل خانه چه خارج از خانه، مرطوب کننده ها و به نوعی مصرف آنتی اکسیدان ها و پاک کردن آلاینده ها از روی پوست واقعا تاثیر مثبتی داره. یکی از ساده ترین هایی که میشه واقعا برای سلامت پوست انجام داد. یک توصیه برای فصول آلوده سال که رعایت بکنیم تا پوست بهتری داشته باشیم. ببین به طور کلی میشه گفتش که تو فصول آلوده استفاده از مایعات فراوان، استفاده از آنتی اکسیدان ها و به نوعی شوینده ها و به نوعی پاک کننده های مناسب پوست که این آلودگی ها رو از پوست به نوعی رفع کنن و پوست اون سلامت خودش رو حفظ کنه. دکتر علل ریزش مو چی هن معمولا؟ ببین انواع اقسام ریزش های مو داریم ما، ولی خب به صورت دسته‌بندی شده بخوایم خدمتتون عرض کنیم به نوعی میشه گفت عوامل ارثی هستش، عوامل هورمونی هستش، کمبود ریز مغذی ها هست و عرضم به خدمتتون یه سری ریزش ها بر اساس شرایط به نوعی استرسی، استرابی و به نوعی یه سری موارد دیگه هستش که اصلی ترین هاش به این صورت هستش. درسته. بعد چطوری میشه جلوگیری و حالت پیشگیری کرد از ریزش مو؟ ببین بخوام یه توضیح کلی در رابطه با انواع اقسام این ریزش ها بگم خدمتت. مثلا نوع ریزش های هورمونی، مثلا ممکنه شخص مشکل تیروئید داشته باشه که باعث ریزشش باشه، بعد اون درمان بشه مشکل تیروئیدشون. بعد ممکنه دچار پولیکیستیک اوواری سیندروم باشن، به نوعی کیست داشته باشن، هورموناشون بالا پایین بشه و با مراجعه به حالا دکتر زنانشون یا دکتر پوستشون به نوعی این درمان بشه. توی موارد ارثی خب به نوعی اون فولیکول های مو حساسن به نوعی تستوسترون، حالا بر اساس حالا ژنتیک اشخاص متفاوته. بعضیا حالا فولیکول هاشون حساسه به اون به نوعی تستوسترون و آندروژن ها و بعضیا ممکنه حساس نباشن و به خاطر همین حالا درمان های مختلف داره که حالا به نوعی پزشک تشخیص میده که ترکیبات آنتی آندروژنیک استفاده کنن یا به نوعی
درمان‌های دیگه که حالا حداقل جلوگیری بشه، یا از طریق حالا مثلا مکمل‌های مو به نوعی این سرعت ریزش مو کاهش پیدا کنه. و برای ریزش های مو مثلا که به صورت سکه‌ای هستش بر اثر استرس و اینجور شرایط به وجود میاد، هم درمان های موضعی هستش که پزشکان متخصص پوست به نوعی این درمان ها رو انجام میدن. آقای دکتر یه توضیح کوتاه و یعنی یه طوری که همه فهم باشه راجع به اینکه کلا زیگیل های تناسلی چیان، HPV چیه و علل به وجود اومدنشون رو لطفاً به ما میگی. ببین ویروس HPV به نوعی یکی از همه‌گیرترین تقریبا بیماری هایی هستش که مخصوصا تو جامعه ما خیلی درگیر هستن متاسفانه. ببینید این ویروس گونه های مختلفی داره که حالا یه سریش به نوعی از دسته خطرناک هستن، مخصوصا برای خانم ها که به نوعی ممکنه تبدیل بشه به سرطان دهانه رحم و مشکلات دیگه‌ای که برای این خانم ها به وجود بیاره. زیگیل تناسلی عمده ترین راه انتقالش به نوعی از طریق رابطه جنسی هستش و ترشحات بدن و درصدهای خیلی کمی هم از طریق به نوعی استفاده از لباس زیر همزمان یا مثلا به نوعی استخر یا توالت فرنگی که مثلا ممکنه اشخاص استفاده میکنن، ممکنه این انتقال انجام بشه، ولی عمده ترینش از طریق رابطه جنسی و ترشحات بدن هستش و درمان های مختلفی داره به نوعی برای پیشگیریش که پیشنهاد میشه واکسن حتما زده بشه از سن 9 تا 26 سال به نوعی گل تایمش هستش که این استفاده بشه. چه واکسنیه؟ ببین واکسنی که الان در حال حاضر هستش واکسن گارداسیل هستش که به نوعی 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی داره. 4 ظرفیتیاش به نوعی اون 4 سوشه‌ای که بسیار خطرناکه مخصوصا برای خانم ها برای به نوعی که باعث عوامل سرطانزا میشه رو پوشش میده و به نوعی 9 ظرفیتی ها که به اصطلاح کاملتر هستش و پوشش دهی بهتر داره. پیشنهاد میشه هر 3 دوز از این واکسن ها استفاده بشه به فاصله 0 تا 6. حالا به نوعی اگر شرایطش نبود حتی میشه با 2 تا تزریق 0 و 6 هم به نوعی پیشگیریش انجام بشه. حتی برای درمان هم استفاده میشه. چند تا به نوعی پیشنهادم هستش برای کمتر درگیر شدن با این ویروس، این که روابط پرخطر کمتر بشه، استفاده از لباس زیر مشترک کاهش پیدا کنه و به نوعی اون بهداشت به نوعی جنسی رعایت بشه. آقای دکتر کیفیت محصولات ایرانی موجود در بازار الان روی حالا محصولات پوستی به چه شکل کیفیتشون؟ ببین الان در حال حاضر واقعا از لحاظ علمی و کیفیت محصولات ایرانی واقعا کیفیت‌های خیلی خوبی دارن و واقعا قابل رقابت با محصولات خارجی هستن و به نوعی ما حالا به نوعی تو بحث داروخانه و شرکت‌هایی که حالا در ارتباط هستیم، پزشکان تقریبا همه اقلام ایرانی تقریبا 95% 98% اقلامی که تولید داخل هستش و یا به صورت بالک میاد داخل کشور رو تجویز میکنن و واقعا فیدبک های خیلی خوبی گرفتن و به نوعی خب این امیدوار کننده است. با توجه به حالا این توضیحاتی که دادی در رابطه با کیفیت، اهمیت اینکه برند محصولی که توی روتین پوستی استفاده میکنیم این اهمیت چقدر الان؟ ببین برند به نظر من خب طبیعتاً شرکتی که متریال خوب به نوعی استفاده میکنه یا فیدبک خیلی خوبی در گذشته بوده، سابقه خوبی داشته، خب طبیعتاً قابل بحث هستش و استقبال میشه. ولی خب اون چیزی که خیلی مهم هستش اینی که اون محصولی که شخص استفاده میکنه سازگار با پوستش باشه، مناسب پوستش باشه و خب این حالا به نوعی تشخیصش با آره
دقیقاً. حالا تشخیصش با پزشکه که به نوعی این تجویز انجام میدن برای بیمار و بیمار حالا بعد از مدت حالا بر اساس تجربه اون محصولی که متناسب با پوست خودش هستش رو پیدا میکنه که سازگار با پوستش هستش و به نوعی استفاده میکنه. دکتر، آلودگی هوا تأثیر مستقیم روی پوست داره؟ ببین طبیعتا همینطوره. ببین پوست همونطوری که ما از طریق ریه هامون تنفس میکنیم، پوست هم از طریق به نوعی منافذش تنفس انجام میده. باید به نوعی اون تنفسی که انجام میده وقتی منافذ بسته میشه، این فرآیند دچار اختلال میشه. رو همین یعنی موجب میشه که منافذ پوستی بسته بشه. بله دیگه، دقیقاً. خب ولی وقتی ما از شوینده های مناسب میسلار واتر ها، تونر های مناسب استفاده میکنیم، این پوست دچار به نوعی این آلودگی ها رفع شده و به نوعی اون سلامت پوست به نوعی تضمین میشه. دکتر، دما چطور؟ یعنی گرم بودن یا سرد بودن هوا روی پوست تأثیر داره؟ ببین طبیعتاً بله خیلی تأثیر داره، مخصوصاً حالا تو بحث گرما که خب به نوعی پوست دچار به نوعی پژمردگی میشه و خب اون ترشحات عرقی که حالا به نوعی پوست به نوعی توی گرما انجام میشه، اون حالا نمکی که داره باعث آسیب پوستی میشه و یا حالا به نوعی توی سرما باعث خشکی پوست و در معرض قرار گرفتن شخص برای درگیری با اگزما هستش که خب به نوعی ممکنه با اگزما بشه. رو همین حساب فرآیندهای محافظتی که استفاده میشه به نوعی باعث میشه که این پوست در مقابل این عوامل به نوعی مقاوم باشه. ما یه سری آدم تو سوشال مدیا رو به صورت روزانه داریم میبینیم که چهره‌های بی‌نقص و پوست بی‌نقصی دارن و اینا حقیقت داره و اینکه اصلا چه تأثیری رو طرز فکر داره و رو جامعه داره؟ ببین به طور کلی بخوایم بگیم خیلی از این تصاویری که ما توی سوشال مدیا میبینیم به نوعی خیلیاشون فیلتر هستش. این فیلترها انقدر قدرت دارن که به نوعی بحث اون سلامت پوستشون و حالا به نوعی فیلترهایی که انجام میده، اندازه چشم ها و یه سری فیلترها که واقعا یه تصاویر غیر واقعی از به نوعی اشخاص میده و یا حتی مثلا خیلیاشون آرایش دائم دارن، زاویه دید دوربین، ارزم به خدمتتون و چندین عوامل مختلف هست که تصاویر غیر واقعی رو به نوعی منتشر میکنن توی سوشال مدیا. ببین تأثیرات به نظر من مثبتش رو بخوایم بگیم، خب یه جور ایجاد تمایل به زیبایی ایجاد میکنه که خب باعث رشد میشه، ولی به طور کلی بخوام بگم خدمتتون اون تأثیرات منفیش هستش. مثلا به نوعی تو افراد کاهش اعتماد به نفس میشه، درک غیر واقعی از مفهوم زیبایی میشه، به نوعی تحریف میشه توی بحث زیبایی و به نوعی اون دید خیلی غیر واقعی نسبت به زیبایی در اشخاص و افراد به وجود میاره. دکتر خیلی ممنونم از بابت این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خیلی ما امروز زحمت دادیم به شما. خیلی افتخاری بود که در خدمتتون باشیم. سلامت باشید. متشکرم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.